سلام به کانال سینماگردی خوش اومدید. امروز میخوایم به بهانه پخش 7مین قسمت از مجموعه فیلم های مأموریت غیر ممکن راجع به این مجموعه فیلم با هم صحبت کنیم و اونا رو بهتون معرفی کنیم. اولین قسمت از این مجموعه در سال 1996 با بودجه 80 میلیون دلاری ساخته شد که خب البته این چیز حدود 450 میلیون دلار هم فروش داشت. داستان این فیلم از اینجا شروع میشه که جیم فلیپس و تیمش که ایتان هانت هم جز اون تیم بوده به پراگ فرستاده میشن تا از دزدیده شدن یه لیست به اسم لیست ناک جلوگیری کنن. اما توی این مأموریت شکست میخورن، لیست به سرقت میره و همه اونا به جز ایتان هانت کشته میشن. بعد از این قضایا توی صحبتی که ایتان هانت با کیس ریج معاون سازمان انجام میده متوجه میشه که این در حین عملیاتشون یک تیم دیگه هم از این سازمان حضور داشتن و کلا این عملیات برای فریب بوده و به اسمی به نام مکس که یک فروشنده اسلحه هست برمیخوره. بعد از اون توی پراگ توی یک خونه امن که ایتان توش حضور داره همسر فیلیپس به اسم کلر که اون فکر میکردن توی عملیات کشته شده میاد پیشش و بهش توضیح میده که قبل از مرگ فیلیپس بهش راجع به جعلی بودن این لیست هشدار داده. ایتان با مکس یک قرار ملاقات ترتیب میده و تو این قرار ملاقات بهش هشدار میده که لیستی که وجود داره لیست جعلیه و میتونه بهش کمک کنه که لیست واقعی رو به دست بیاره و در نهایت اعتمادش رو جلب میکنه. واقعی دزدیده میشه و به لندن برده میشه. معاون سازمان مادر و عموی ایتان رو دستگیر میکنه تا اونو از مخفیگاهش بیرون بکشه و لیست رو از چنگش در بیاره. اما ایتان اونو گول میزنه و با این تماس تلفنی که عمدن میذاره اونا ردیابیش بکنن اونا رو گول میزنه. حالا تو این حین همسر کلر که اسمش فیلیپسه که باز هم فکر میکردن تو این عملیات اولی کشته شده ظاهر میشه و میبینن که زنده است و اون میاد پیش ایتان و میگه که کیسریش همون کسیه که اون عملیات مخفی رو انداخته و لیست اصلی رو میخواسته و این داستانا. اما ایتان بعد از با کنارم گذاشتن یه سری دلایل متوجه میشه که فیلیپس خودش همون کسیه که دنبال لیست اصلی بوده و عملیات اونا رو به خطر انداخته و وانمود میکنه که به اون اعتماد داره. بنابراین یک قرار ملاقات برای مبادله اون لیست توی یک قطار به سمت پاریس ترتیب میده. توی اون قطار ایتان فیلیپس رو میکشونه به یکی از واگونا و همزمان از صحنه‌ای که درگیر بوده باهاش یک ویدیو زنده برای اون معاون سازمانش رو میفرسته و در واقع نقش اصلی اون رو لو میده. توی این گیرودار اون زن فیلیپس کلر از راه میرسه و سعی میکنه که با شوهرش به توافق برسه و یک سهمی از این حالا فروش این لیست بگیره، اما فیلیپس اون رو میکشه. بعد از اون به سمت سقف قطار فرار میکنه و سعی میکنه با هلیکوپتر فرار کنه، اما خب ایتان جلوی اون رو میگیره و تو این درگیری ایتان اون هلیکوپتر رو منفجر میکنه و باعث کشته شدن فیلیپس میشه. بعد از اون مکس رو بازداشت میکنه، همون فروشنده اسلحه، و لیست اصلی رو از اون پس میگیرن. آخر فیلم هم یه جورایی نشون میده که ایتان در مورد بازگشت به این سازمان و همکاری با اونها یه مقدار شک داره، اما خب سازمان همچنان میخواد با اون کار بکنه. مأموریت غیرممکن 2 در سال 2000 منتشر شد، با بودجه 120 میلیون دلاری ساخته شد و حدود 550 میلیون دلار هم
فروش داشت. داستان فیلم اینجاست که یک دانشمند ژنتیک زیستی برای دوست قدیمیش که توی سازمان کار میکرده پیام میفرسته که کارفرماش از اون خواسته که یک سلاح بیولوژیکی بسازه و این سلاح یک ویروسه. بعد از اون از ایتان خواسته میشه که این ویروس رو پس بگیره و درمان اون رو هم به دست بیاره. طبق معمول ایتان گروهش رو جمع میکنه و بعد از کلی تحقیق و ردیابی متوجه میشه که یک دوره 20 ساعته وجود داره که فقط تو این دوره اگر از این ویروس استفاده بشه اثر داره. ایتان همه نمونه ها رو از بین میبره بجز یک نمونه که اون باقی میمونه. میاد اونو به خودش تزریق میکنه برای اینکه دیگه برای کسی خطر نداشته باشه و از ایتان میخواد که اونو بکشه تا تمام ویروس ها از بین برن. اما ایتان این کار رو نمیکنه و بهش میگه که من حتما راه درمان رو برای تو به دست میارم. امروز اون کسی که این ویروس رو خواسته براش بسازن نیا رو توی خیابونای سیدنی آزاد میکنه و با این کارش میخواسته یک بیماری این ویروس رو پخش کنه و یک بیماری همه‌گیر رو شروع بکنه تا بعد از این قضیه، بعد اینکه بیماری همه‌گیر شد، با فروختن درمان اون ثروتمند بشه. اما خب ایتان با یک عملیات و با گول زدن اونا هم پاتن و درمان رو به دست میاره، همین که بیشتر اون آدمای امروز رو میکشه. و بعد از اینکه درمان رو به دست آورد نیا رو پیدا میکنه و درمانش میکنه و بعدتر نشون میده که آمبروز رو هم میکشه. میرسیم به مأموریت غیرممکن 3 که در سال 2006 منتشر شد. بودجهش بیشتر از قبلیه، حدود 180 میلیون دلار، اما خب فروشش کمتره، حدود 400 میلیون دلار و یک افت نسبتاً محسوس میشه گفت داشته. داستان از اینجا شروع میشه که نشون میده ایتان هانت الان دیگه بازنشسته شده و کاری برای سازمان انجام نمیده، داره با نامزدش جولیا که یک پرستاره و از شغل واقعی ایتان خبر نداره زندگی میکنه. مدیر سازمان از اون میخواد که توی عملیات ویژه شرکت کنه و یکی از در واقع سربازا یا مامورای اونو به اسم لیندزی فوریس که توی یک عملیات با یه فروشنده اسلحه دستگیر شده نجات بده و توی این عملیات شرکت کنه ایتان. اونا مامور رو توی برلین نجات میدن و توی این نجات 2 لپتاپ هم جمع‌آوری میکنن که البته لپتاپ آسیب دیدن. همینطور که در حال فرار هستن ایتان کشف میکنه که توی سر لیندزی یک گلوله انفجاری کاشته شده، ولی قبل از اینکه بتونه اون رو غیر فعالش کنه منفجر میشه و اون رو میکشه. بعد از این قضیه مدیر سازمان ایتان رو سرزنش میکنه و میگه این قضیه تقصیر تو بوده و بعد از اون ایتان با سرنخهایی که جمع میکنه و از طریق اون لپتاپ، از طریق یک کارت که حالا باید توی فیلم میبینید، به این قضیه میرسه که قراره توی شهر واتیکان یک سلاح بیولوژیکی به نام پای خرگوش به دست اون فروشنده اسلحه‌ای برسه که قبلا اون مأمور رو دستگیر کرده بود که اسمش اوون داویان هست. ایتان یه مأموریت غیر رسمی رو برای دستگیری داویان برنامه‌ریزی میکنه و قبل از اینکه بره برای دستگیریش با جولیا نامزدش عروسی میکنه. خب اون با تیمش به واتیکان نفوذ میکنن و داویان رو دستگیر میکنن. در حالی که دارن برمیگردن به آمریکا، ایتان در طول مسیر از داویان بازجویی میکنه، اما داویان جواب ایتان اینجوری میده که من همه کسایی که تو بهشون اهمیت میدی رو میکشم و من اینو قول میدم. در واقع تهدیدش میکنه که هر کسی رو که دوست داره توی زندگیش میذاره میکشه دیگه. در حین اینکه دارن داویان رو منتقل میکنن، یه سری مزدور و یه سری مأمور به اونا حمله میکنن و داویان رو نجات میدن. بعد از این ایتان
اولین کاری که میکنه اینه که میره به اون بیمارستان که جولیا توش کار میکنه تا بفهمه که جولیا امنه یا نه، اما خب متوجه میشه اون قبلا روده شده. خب طبیعیه دیگه، داویان اون رو دزدیده و بعد با ایتان تماس میگیره، به اون 2 روز مهلت میده تا در ازای جون جولیا اون سلاح رو بهش تحویل بده. اما قبل از اینکه ایتان میتونه کاری انجام بده توسط سازمان دستگیر میشه و در مورد از دست دادن داویان مورد سوال قرار میگیره و مورد بازجویی قرار میگیره. اما در حین این بازجویی تا متوجه میشه که اون سلاح توی شانگهای قرار داره و بعد از اینکه از اون اتاق فرار میکنه به شانگهای میره و اون سلاح رو هم به دست میاره و اونو به داویان میده. وقتی به تحویلش میده اونم یک میکروچیپ شبیه چیزی که توی سر لینزی گذاشته بود توی سر ایتان میذاره، یه جورایی میخواد تست کنه که این سلاحی که آورده واقعیه یا نه. اما تان بیهوش میشه و بعد از اینکه چشماشو باز میکنه میبینه که دایان یه اسلحه گرفته سمت جولیا و از اون میخواد که بهش بگه سلاح اصلی کجاست و حرفشو باور نمیکنه که این سلاحی که براش آورده واقعیه. بعد از یه مقدار کشمکش داوین به جولیا شلیک میکنه و از اونجا میره. هم بعد از کمی مترجم میشه که جولیا هنوز زنده است. اون زنی که کشته شده در واقع مترجم داویان بوده که خواسته ازش استفاده کنه برای اینکه مطمئن بشه سلاحی که براش آورده واقعیه. خب بعد از این قضیه ایتان از اونجا فرار میکنه و با کمک بنجی جولیا رو پیدا میکنن، اما با داویان روبرو میشه و همون لحظه داویان ماده منفجر رو تو سرش مسلح میکنه و فعال میکنه. قبل از اینکه جولیا رو بره آزاد بکنه با داویان مبارزه میکنه و اونو میکشه. بعد از این قضیه تلاش میکنه تا ماده‌ای که تو سرش هست رو غیر فعال کنه و از جولیا میخواد که بهش کمک کنه. بعد از اینکه با هم دیگه این کار انجام میدن و جولیا یه جوره ایتان رو احیا میکنه، ایتان بالاخره راجع به شغل واقعی خودش برای اون توضیح میده و بهش میگه که در واقع چه کاری انجام میده و این هم آخر این داستانه. خب میرسیم به مأموریت غیرممکن 4 یا پروتکل ارواح که در سال 2011 منتشر شد. 145 میلیون دلار هزینه فیلم بود و حدود 700 میلیون دلار هم فروش داشت. یکی از مامورای سازمان توی بوداپست توسط قاتل کشته میشه که اون قاتل کدای پرتاب هسته‌ای روسیه رو میدزده تا به فردی به نام کوبالت بفروشه. به ایتان هانت و تیمش دستور داده میشه که برای کسب اطلاعات در مورد این شخص یعنی کوبالت به کرملین نفوذ کنن. اونا در حالی که داخلن کوبالت میاد پوشش تیمشون رو از بین میبره و قبل از اینکه این بمب بخش زیادی از کرملین نابود کنه، در این بمبگذاری دوستای ایتان، بنجی، جین و همین رو فرار میکنن. اما ایتان توسط مأمور به نام آناتولی سیدوروف دستگیر میشه. ایتان فرار میکنه و با معاون سازمان و یک تحلیلگر به نام ویلیام برانت توی مسکو ملاقات میکنه. برانت بهشون میگه که کوبالت یک استراتژیسته که به دنبال جنگ هسته‌ای بین آمریکا و روسیه است. بعدش متوجه میشن که اون کرملین بمبارون کرد تا دزدی دستگاه کنترل پرتاب روسی رو پوشش بده. معاون سازمان بهشون توضیح میده که رئیس جمهور پروتکل ارواح رو آغاز کرده و کل این سازمان رو رد کرده و به ایتان دستور میده که کوبالت رو تعقیب کنه. ایتان هم با برانت فرار میکنه و با بنجی و جین دوباره جمع میشن تا توی قرار ملاقاتی که قراره توی دبی توی برج خلیفه برقرار بشه نفوذ کنن. اونا توی اون قرار ملاقات با تغییر چهره سعی میکنن که کدای واقعی رو به دست بیارن و کد تقلبی رو به خریدار بدن. اما متوجه میشن که یک رمزنگار لهستانی با اوناست که کدای تقلبی رو تشخیص میده و در نهایت مجبور میشن که کدای واقعی رو بهش بدن. آقا سرتون رو درد نیارم. خلاصش این که این کدا رو میدم میفرستم به یه زیردریایی هسته‌ای روسی تا یه موشک به سمت سان فرانسیسکو شلیک کنه. همونجور که میتونید حدس بزنید تیم ایتان این حمله رو خنثی میکنه و لحظه آخر موشک رو غیر فعال میکنه. از یه سمتی برانت به ایتان میگه که من
نتونستم از جولیا همسر ایتان اگه خاطرتون باشه توی قسمت قبلی ازدواج کردن، اینکه من نتونستم از اون محافظت کنم و اون رو دزدیدن و فکر میکنه که جولیا کشته شده، اما ایتان بهش میگه که اون زنده است و من مرگ اون رو جعل کردم تا بتونم به اینا نفوذ کنم و یک هویت جدید داشته باشم و اون هم بتونه در امان باشه در حین مأموریت من. و اینم داستان قسمت 4 میمونه. داستان از اونجا شروع میشه که ایتان هانت یک محموله از گاز اعصاب رو توسط سندیکا در حال جابجایی رهگیری میکنه. سندیکا کیه؟ سندیکا یک گروه مخفیه که از مأمورایی تشکیل شده که قبلا برای همین سازمان کار میکردن، اما الان به صورت کاملا مستقل و برای خودشون دارن کار میکنن. یه جورایی مأموران سرکش میشه گفت. همین جلوتر نشون داده میشه که خود سازمان به ایتان هم مشکوکه که این هم جزء سندیکاست و بعد داخل یک ایستگاه در حالی که بیهوشه و به اون گاز داده شده مرد بلند عینکی رو میبینه که مأمور ایستگاه رو اعدام میکنه. از طرف فیلم نشون میده که مدیر CIA داره سنا رو متقاعد میکنه که این سازمانی که ایتان هانت براش کار میکنه رو به خاطر این وقایع مخربی که توی روسیه رخ داده و حالا همه این داستان ها از رده خارج کنه و در واقع همه این اتفاقات رو میداد گردن این سازمان و میگه که اینا باید سازمانشون منحل بشه. و بعد از این قضیه کسایی که ایتان همیشه باشون کار میکرده مثل بنجی به استخدام CIA در میان و نشون میده که توی شرایط که تحت نظر شدید هستن مجبورن کار بکنن. از طرفی خود ایتان توی اتاق شکنجه به هوش میاد و بعد از این قضایا اون با کمک یک زن فرار میکنه، یک زنی که نمیدونه کیه و کمکش میکنه که فرار بکنه. 6 ماه بعد ایتان که همچنان یک فراری تحت تعقیبه به خاطر اون قضیه که حالا ممکنه عضو سندیکا باشه و خود سازمانش منحل شده و همه این قضایا، این اطلاعات مخفیانه مربوط به سندیکا رو به بنجی میده و از اون میخواد که به وین بیاد و اونجا ازش میخواد که بهش کمک کنه اون مرد عینکی که توی ایستگاه قطار دیده بود رو پیدا بکنه. توی اتریش چند تا مأمور سندیکا برای ترور صدر اعظم اتریش اقدام میکنن، اما اونا توی اتریش توی اپرا با زنی روبرو میشن به اسم ایلسا فاست که بعدا میفهمن این زن برای MI6 انگلیس کار میکنه، همون سازمان مخفی حالا انگلیسی. از طرفی چون ایتان و بنجی خیلی به قضیه ترور صدراعظم نزدیک بودن و خب همونجا حضور داشتن، دستور دستگیری اونها صادر میشه. ایتان با کمک مأمور فاست به یک خزانه زیر آب زیر یک نیروگاه نفوذ میکنن تا یک دفتر دیجیتال رو پیدا کنن که ظاهرا اسم همه عوامل سندیکا توش هست. بعد از اینکه این دفتر رو پیدا میکنن، فاست با این داده ها و با این اطلاعات به لندن فرار میکنه و همه اینا رو در اختیار رئیس خودش قرار میده که اونم این داده ها رو حذف میکنه و اونو مجبور میکنه به مأموریت خودش ادامه بده. بعداً مشخص میشه که بنجی قبل از اینکه این داده ها رو به فاست بده از اونها یک کپی گرفته، ولی متوجه میشن که این داده ها رمزگذاری شدن و تنها چیزی که این داده ها رو با این رمز رو در واقع باز میکنه مشخصات بیومتریک نخست وزیر بریتانیا است. اما تو این حین و بین بنجی رو میدزدن و برای باجگیری از ایتان از اون استفاده میکنن. وقتی اون رمزگشایی میکنن فایل رو، متوجه میشن که پای 2 میلیارد و 400 میلیون پوند در میونه. بعد از این قضیه ایتان داده ها رو از بین میبره. وقتی میرسه به محل قرار ملاقاتش با لین، متوجه میشه که بنجی یک بمب بهش وصله. وقتی بنجی رو تو این وضعیت میبینه میگه که من داده رو حفظ کردم و بنجی رو آزاد کنید و به جاش منو بگیرید و اونا بنجی رو آزاد میکنن و با کمک ایلسا فاست ایتان و اون لین رو
بیهوش میکنن و میگیرنش. بعد از این قضایا هانلی، همون کسی که مسئول CIA بوده، میاد به کمیته سنا میگه که میبینه که اونا خیلی در واقع نجاتشون دادن. میگه که خب ما قبلا برای اینکه به ایتان برای افشای سندیکا و حالا تعطیل کردنش و گرفتن اطلاعاتش کمک بکنیم این کار رو انجام دادیم و گفتیم که حالا مثلا این سازمان رو منحل بکنید و اونا هم قبول میکنن و سازمان رو دوباره بازگشایی میکنن. خب میرسه به مأموریت غیر ممکن 6 یا سقوط که در سال 2018 منتشر شد با 178 میلیون دلار بودجه و حدود 790 میلیون دلار فروش. خب توی این قسمت نشون میده که بقایای اون گروه سندیکا، ای خاطرتون باشه که تو قسمت قبل که الان تبدیل شدن تقریبا به یک گروه تروریستی، دوباره سازماندهی شدن و دارن کار میکنن. اونا سردستشون یا رهبرشون شخصی به نام جان لال که خیلی هم افراطیه، اونا رو مأمور کرده تا 3 هسته پلوتونیوم رو برای اون بدزدن. ایتان هم مأمور میشه که اینا رو پس بگیره. اما توی مأموریتی که توی برلین دارن انجام میدن، هم تیمیش یا دوستش لوتر گروگان گرفته میشه و ایتان هم برای اینکه بتونه اونو نجات بده به اونا اجازه میده که این هسته ها رو بدزدن. بعد از این قضایا چون هسته ها رو از دست دادن، مدیر CIA به یکی از مامورای خودش دستور میده که ایتان رو توی پس گرفتن اونا همراهی کنه. ایتان و واکر، همون شخصی که از طرف CIA اومده، به یک کلوب شبانه توی پاریس نفوذ میکنن که توی اون لارک قرار پلوتونیوم رو از اون گروه سندیکا خریداری کنه و فروشنده اسلحه آلانا هم به عنوان دلال اونجا حضور داره. آلانا همون دلاله به ایتان میگه که در ازای آزادی لین که توی قسمت قبلی بود، این هسته ها رو براش فراهم میکنه و یکی از اونا رو هم به عنوان پیش پرداخت بهش میده. خب ایتان این کار انجام میده و اون رو فراری میده، به یک خونه امن توی لندن میبره. یکم جلوتر فیلم واکر هانری، کسی که مسئول معاون سازمانه رو میکشه و ایتان اون رو تعقیب میکنه. حتی اونا توی بخشی به همسر ایتان جولیا میرسن و واکر اون رو تهدید میکنه، بعد از اونجا با هلیکوپتر فرار میکنه. خب اونا دنبالشون میرن و اونا تعقیب میکنن. ایلسا فاس متوجه میشه که لین داره برنامه‌ریزی میکنه که این بمبای هسته‌ای رو توی یک کمپ پزشکی منفجر کنه که اونجا منبع آب هند، پاکستان و چین رو آلوده میکنه، در نتیجه 1/3 جمعیت جهان رو نابود میکنه. بمب ها هم توسط یک گاف صندوق به هم وصل شدن و هر جوری که بخوان یکی از بمب‌ها رو خنثی کنن بدون که چاشنی اون رو خلع اصلاح کنن، اون یکی بمب تحریک میشه و منفجر میشه. ایتان متوجه میشه که جولیا و همسر جدیدش اریک تو این کمپ کار میکنن و لین چاشنی بمب‌ها رو با شمار معکوس 15 دقیقه‌ای برنامه‌ریزی میکنه، اونا رو به واکر میسپاره. واکر با هلیکوپتر فرار میکنه ولی بنجی، لوتر و ایلسا سعی میکنن سلاح هسته‌ای که پیدا کردن خنثی کنن. جولیا و لوتر هم سعی میکنن اولین بمب رو خنثی کنن، اما خب بدون چاشنی نمیتونن. ایلسا بمب دوم هم پیدا میکنه، اما خب لین توی کمینه و بنجی ایلسا با اون درگیر میشن و در نهایت هم موفق میشن. از اون طرف ایتان با واکر درگیر میشن و ایتان واکر رو با یه قلاب وصل میکنه به یه هلیکوپتری که در حال انفجار و سقوطه. چاشنی ها غیر فعال میکنه و به بقیه تیم اجازه میده که بمب‌ها رو غیر فعال کنن و این هم آخر داستانه.
خب در نهایت هم میرسیم به مأموریت غیرممکن 7 که امسال سال 2023 منتشر شد با 290 میلیون دلار بودجه و حدود 570 میلیون دلار فروش. داستان این فیلم از اونجا شروع میشه که یک زیردریایی رو نشون میده که مربوط به روسیه است که داره از یک هوش مصنوعی پیشرفته استفاده میکنه که با استفاده از یک کلید 2 تیکه فعال میشه و کنترل میشه. اما نشون میده که همین هوش مصنوعی خود زیردریایی رو فریب میده و اونها به صورت ناخواسته به خودشون شلیک میکنن و زیردریایی غرق میشه و همه سرنشینانش هم کشته میشن. یکم جلوتر توی فیلم نشون میده که یکی از این کلیدا کلید 2 قسمته. یکی از این قسمت‌های کلید دست ایلسا فاسته که قبلا مأمور MI6 بوده که الان معلوم نیست برای چه کسی داره کار میکنه، اما یک نیمه کلید دست اونه که ایتان اون رو تا صحرای عربستان تعقیب میکنه و کلید رو ازش میگیره و مرگ اون رو جلب میکنه. بعد توی آمریکا توی یک جلسه که خیلی از مسئولان و حالا این رهبران این سازمان‌های مخفی با هم داشتن، به صورت مخفیانه نفوذ میکنه و یه سری اطلاعات راجع به این هوش مصنوعی میگیره که تو اون جلسه مشخص میشه اینا این هوش مصنوعی رو ساختن که یه سری حالا استفاده ازش بکنه، اما این هوش مصنوعی الان دیگه میتونه برای خودش فکر بکنه و تصمیم بگیره و از یه جایی به بعد دیگه کنترلش دست انسان‌ها و کسایی که اون رو ساختن نبوده و خیلی راحت میتونه به همه جا به همه چیز نفوذ کنه. اونا توی فرودگاه ابوظبی دنبال فروشنده‌ای هستن که میخواسته این نیمه کلید رو از لیسا بخره، اما به این فکر کردن که خب احتمالا اون نیمه دیگر رو هم خودش داره چون این دوتا نیمه فقط با همدیگه کار میکنن. اونجا توی اون مأموریت توی فرودگاه ایتان با یک دختر به نام گریس آشنا میشه که به صورت خیلی اتفاقی این کلید رو میدوزه از اون خریداره. اون نیمه کلیدی که پیش خریدار بوده رو ازش میدوزه و ایتان متوجه این قضیه میشه و سعی میکنه کلیدا رو دوباره برگردونه به خریدار چون که میخواد بفهمه اصلا چجوری کار میکنن، به قول خودشون توی دیالوگای فیلم چه چیزی رو کلید باز میکنه و خاطر همین سعی میکنه که کلیدا رو برگردونه به خریدار. گریس اول باش کنار میاد به صورت اجباری، اما خب در آخر سر از دستش فرار میکنه. در حالی هم فرار میکنه که کلید همراهشه. فرار میکنه میره به روم و ایتان هم میره اونجا دنبالش. اونجا گریس پیدا میکنه اما دوباره از دستش فرار میکنه و با ایلسا روبرو میشه دوباره که کمکش میکنه توی تعقیب و گریز فرار کنه. اما بعد از اینها میرسن به یه مهمونی که یک دلال اسلحه به نام آلانا برگزار کرده که خیلی خاطرتون باشه قسمت قبلی هم بود و برای خرید و فروش این کلیدها این دلال این جلسه رو ترتیب داده. خب ایتان و ایلسا اونجا شرکت میکنن، گریس هم میاد، گابریل هم میاد. گابریل خیلی راحت بهشون میگه که من مطمئنم که فردا توی قطار کلید به صورت کامل دستمه و از بین گریس و ایلسا یه نفر امشب میمیره و اون جلسه رو ترک میکنن. یه تعقیب و گریز اون شب اتفاق میفته ولی هوش مصنوعی به سیستم دیجیتالی که حالا به سیستم ارتباطی که ایتان با بنجی و لوتر همکاراش داشته نفوذ میکنه و صدای اونا رو تقلید میکنه و ایتان رو اشتباهی راهنمایی میکنه و میکشونه به یک گوشه شهر. گابریل با ایلسا درگیر میشه و چون خب ایتان اون داشته میرفته سمتشون که خب منحرف میشه از هوش مصنوعی، ایلسا کشته میشه اون شب. بعد از اون توی قطار گریس باشون همکاری میکنه، کمکشون میکنه و هویت آلانا رو جلب میکنه و به جای اون میره توی قرار ملاقاتی که قرار بوده انجام بشه. توی قرار ملاقات به کتریج معاون سازمان برمیخوره و گریس آخر سر منصرف میشه و پول رو کنسل میکنه، فقط بهش میگه که از این شخص که اسم واقعی خودش مثلا گریس فلان از این شخص محافظت کنه
و کلید رو هم بهش میده. اما همون لحظه آلانا اصلی که بیهوشش کرده بودن توی کوپه قطار میاد و وقتی میبینه داره پیداش میشه اون کلید اصلی دوباره از جیب کتریش بر میداره و میره. همچون که این درگیر بوده با اینا، همون لحظه ایتان هم میرسه اون کوپه قطار حالا به هم میریزه. تو این به هم ریختگی کلید از دستش میفته و تا چند لحظه که حواسشون نبوده و اینا، گابریل میاد کلیدو ور میداره و میره. بعد از ایتان میره دنبالش تا رو سقف قطار میرن، با هم درگیر میشن و کلید رو ازش میگیره با زرنگی که البته گابریل متوجه نمیشه. اون موقع بعد که از قطار میره متوجه میشه که به این درگیری ها اینا برسن. اون اولش که داره قطار رو نشون میده که گابریل میاد مامورای قسمت لوکوموتیو قطار رو، کسی که در واقع راننده‌اش رو، کسی که قطار رو کنترل و هدایت میکرده، میکشه دوتاشونو و قطار رو روی آخرین سرعتش میذاره، همه دسته ها رو هم از جا میکنه که هیچ کس نتونه قطار رو متوقف کنه و بعد نشون میده که برمیگرده داخل. و حالا با این قضیه که قطار توی کنترل هیچ کس نیست، گابریل فکر میکنه که کلید رو داره و از اونجا میره فرار میکنه. ایتان میمونه و گریس توی قطار و شخصی به نام پاریس که برای گابریل کار میکرده. اما خب چون گابریل فکر میکرده قرار بهش خیانت کنه، بهش چاقو میزنه و خب زخمی توی قطاره. خلاص اینکه توی قطار از ریل خارج میشه، یه پلی هم جلوتر توی مسیرش گابریل منفجر میکنه، قطار بیفته پایین و کلا از بین برن همشون. اما خب در حال ایتان و گریس با بدبختی و هزار زور خودشون رو از اون قطار میکشن بیرون و زنده میمونن. حالا آخر این قسمت ایتان کلید رو داره، تقریبا هم میدونه که توی قطار نشون میده که پاریس بهش میگه که کلید چه کاری انجام میده، تقریبا میدونه چه کار باید انجام بده. و این قسمت یک این داستان هست که تمام میشه. قرار قسمت 2 ژوئن سال 2024 منتشر بشه. خب دوستانی از کل مجموعه مأموریت غیرممکن امیدوارم که فیلماشو ببینید و لذت ببرید. قراره یک ویدیو هم درست کنم کامل فقط راجع به همین قسمت آخر، مأموریت غیرممکن 7. اگه دوست داشتید اون رو هم ببینید، بهتون پیشنهاد میشه تو این ویدیو. ممنون که با من تا انتها همراه بودید.